سلام بچه ها، سلام، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. بهترین ویدیو از دلت میخواد بازی های PSP در اندروید بازی میکنی. بیا الان بهت میگم. اولین چیز اونا باید داشته باشید. اونجا بچه ها بهتون میگم آموزش نصب GT. اولین چیز این برنامه، این از گوگل کروم دانلود میکنید. بهترین برنامه. خب چی میزنیم بچه ها؟ میزنیم این بچه ها بنویسید. اینو بنویسید. اولین که میاد اسمش فوسوریده. این اپلیکیش خیلی خوبه. اینو میزنید پایین. اینم عکس اینه، طلاییه هم PSP. پایین وقتی میرید دوتا هست، اینو بزنید. 20 مگابایت خیلی خوبه، ولی 21 مگابایت خوب نیست. یعنی الان اینو دانلود میکنید شما. خب اگه دانلود کردید میریم داخل مایکت. میرید داخل مایکت. خب جستجو چی می نویسیم؟ بچه اینو بنویسید شما. اینه برنامه بچه ها. فیدیو سازی زردشوها. ببینید اینا بچه ها دانلود کنید. من اینو دانلود کردم. دانلود کنید. خب از همه چی خارج چی میریم گوگل کروم. یعنی میریم گوگل کروم. یعنی میزنیم GT لیبرسیتی، یعنی برای PSP. خب گیم فیکس خیلی بازیاش خوبه. یعنی باید اینه PSP. شما لینک دانلود رو میزنید. تمام شده رفت. چون من بچه ها اینو دانلود کردم من. خب بچه ها از همه چیز خارج شیم. میریم سراغ برنامه‌مون که سبزه. دانلود ها. این پوشه در دانلود ها میاد. آره نه. شما بچه ها اینو استخراج میکنید. کجا رفت؟ اینو آره بچه ها شما اینطوری میدید مثل این اسم تو پوشه دانلود ها پیدا میکنید. پوشه دانلود ها چون من حذفش کردم. شما میتونید استخراجش میکنید و تو پوشه PSP میاریدش و استخراجش کنید و میشه دیگه. از همه چیز خارج شیم. میریم تو برنامه PSP. برنامه‌زار. خب ما جستجو میزنیم. من الان GT لیبرسیتی دانلود کردم. خب شما دیگه هیچی نمیزنید اونجا. پوشه دانلود ها باید برید پوشه PSP. این دوتا هست، باید اجازه دادن رو میزنیم.
و آها بچه ها، این جی تی چینیه، این جی تی لیبرسیتیه و کجا رفت گوشه؟ اینم جی تی وایس سیتی استرویزه. خب یعنی ما میریم جی تی وایس سیتی استرویز، یعنی میزنیمش. بذار بمونیم. خب کجا میارم؟ خب About to get Sierra Hotel in here. اینه که اینطوریه. اونا تفنگ اگه دستتونه ور میداره، یعنی چاقو میاره.